با عرض سلام و درود دوستان هموطنان عزیز، سلام، صبحشون بخیر. امروز ما خواستم برم سر کار دیگه. در کارگاه تولیدی کار منو قد از ما باشون تخییر ویدیو را کار از ما سال کی نظر خوب بدین، لایک سابسکرایب یا چنل را. خب دوستای عزیز، سلامی دوباره. این بار آمدم در کارگاه تولیدی در کنار خانم اکبری. سلام هموطنان عزیز، خانم اکبری هستم، سرپرست کارگاه. توی کارگاه از ما که دارین میبینین این کارهای ما هسته، چرخهای ما هسته. فعلا داریم از یه جور کار مدوزیم که پالتو هسته، البته مانتو، شلوار و فوری مدرسه و اینا ما دیگه مدوزیم، هرچی باشه تقریبا لباس مدوزیم. اگه میخواین که با چرخ آشنا شنین ببین که بهتون معرفی کنم. این چرخ سردوز یک هسته، فوله، این خیلی خوب چرخ هسته. کارشی اگر سر از این جور چرخ ها بشنی اینا خوب تیز کار میکنن. یک نمونه ما برای شما مرم. برای هم این خوب چرخ هسته. اینی چرخ که هسته این هم سردوز هسته، فقط این که هسته از این قدیمی تر هسته، موتورهایش موتور دینام هسته. اینا سرعتش پایین تره، یک مقدار صدا هم داره. سیم از یه ما نظریم. اینی بیرز شد. این کار باید؟ خب این اینجا نگاه کنین. اینی کار که هسته یکم کارش سختره، یک ذره سرعت پایین تر میه و این نمونه هست برای که جاهایی که بخوای خیلی تیز کار کنی. این یک ذره قدیمی هسته ولی این چرخ خوب هسته. اینی از چرخ راستدوز شیم که بگیم. اینی چرخ که هسته اینا خیلی قدیمیه، راستدوز هسته. اینا راستدوز ها اینا یک مقدار مارکش قدیمی ساخته، کارشی فقط راستدوزیه دیگه، غیر از اون مثلا کار خیلی چیزی نداره. این مدل چی باز یک کم پیشرفته تر هسته. اینا رو از همین مدل این کسا سرنخزن هسته، ولی بازم آدم که الان چون هی همه چیز پیشرفت کرده، چرخ هم دیگه پیشرفت کرده. این مدل باز نسبت به چرخهای دیگه ما قدیمی تر حساب میشه. باز اینی چرخهایی که این رنگ سبز داره اینا مارک زوجیه، اینا سرنخزن هستن ولی دیگه فقط راستدوز و سرنخزنه. خب
این چرخ که هست چرخ جک A4 است. این A4 که هست اینا فول است. اینا برنامه های مختلف داره، پایه بلند کن داره، رفت برگشت رو میزنه، بستنایش رو میزنه، سرعت و اینایش خیلی بالاتر است، سرنخزن داره. این کاراییش خیلی بیشتر است. این فعلا چرخشی خیلی بهترین چرخات. آره قیمتاش هم شاید خیلی بلند باشه. آره قیمتاش هم الان در بازار توی خود ایران که هست 50 تومن اینا هست. خب بریم در این طرف دیگه. اینی چرخ‌ها تقریبا همه‌اش از همین چرخ‌ها که تا الان میشه دادم بیشترشان هستن دیگه. ما اینجا چرخ‌برا هستیم، تقریبا 9 تا چرخ‌کار هستیم، بچه‌ها اینجا کار میکنن. اینجا باز حالا که بید نگاه کنین، اینیا مکش ما هستن، اتوی ما مکش ما. این مکش ها که هستن اینا هستن ایرانی هستن، ولی کارش خوبه، کشیش خیلی خوب است. این بعد خدا اتوکار این کارهای اتوکاری ما انجام میده. ما چون کارهای متعدادش زیاد هستن دیگه نیاز داریم که اتوکار کارهای ما رو اتو بزنه. یعنی اتوی ما هستن، این اتو که هست به خاطر که تعداد کار بالایه، با اتوی ریزه زیاد نمیشه کار کرد. این اتوی مخزندار هستن برای کارهای تولیدی، اینا خیلی خوبش هستن دیگه. فعلا که نگاه میکنین همین کارهای پاییزه و زمستانی ما. آره چون هوا خیلی سرد شده یا پالتو میتوزه، تابستان مانتو فرم مدرسه بیشتر. آره خب دیگه دوستان اگر که سوالی چیزی داشتید که از نظر. خب دوستان این هم یک تیکه از کلاهه. الان میخوایم پرچی رو بزنی دیگه، با کمک از این دستگاه میخوایی بزنی. باش ما اندازه بگیرم دیگه. 11 سال از این به یه بیشتر شده مشکل نداره. درسته. کارایی از این خیلی زیاده. دکمه باهاش میزنی دیگه. هرچی کمربند و اینا هم میشه باشه. آره شمسی اینه دوستای عزیز، این هم کارایی از این دیسکای بعد دیگه کامل چی بشه این حالتی میشه. آره این کامل چی که بند اینا رو از تویش رد میکنیم. اینی هم دای دیگه شی که در نایه بندش یک وقت بسته شد. این منگوله کلاه اینا رو ما کارایش رو انجام میدیم. صرف تا صد کار کلن توی کارگاه انجام میشه. خب دوستای عزیز تشکر از اینکه تا آخر ویدیو قد از ما بودین دیگه. این هم یک ویدیو امروز از ما بود با کمک خانم اکبری تمام شد دیگه. اگر دوستان نظر داشتین، پیشنهاد داشتین دلده از ما کامنت بدین دیگه. لایک و سابسکرایب چیم نره، در حمایت چیم نیاز داره دیگه. خداحافظ. خداحافظ شما.